روزتون بخیر باشه. این پراپ 25000 تایی هستش که تاریخ 6/7 یعنی 2 روز پیش، امروز 8م، من تاریخ 6م ساعت 8:45 شب دیپوزیت کردم، شارژش کردم. معاملاتی که توی لایف تریدا با هم دیگه داشتیم و دارید میبینید، تارگت هایی که خورده، استاپ هایی که خوردیم، همه به صورت اسکلپ معاملاتم توش انجام شد. این ضررهام هستش که توی معاملات داشتم و کل معاملاتم هم همین بودش. برای حساب 25000 تا 8% سود نیاز داشتم. 8% 25000 تا تقریبا میشه $2000 که الان پروفیت هم رو میبینید 27315.8 که بیشتر از 8% رو تارگت زدم و این حساب وارد چالش مرحله دومش شد. یعنی مرحله دوم باید 4% سود بگیرم. پراپ هم پراپ فاندد نکس هستش.